به نام خدا، عرض سلام و خسته نباشید خدمت رفقای گل. تو این جلسه میخوایم بیایم با دستورات شرطی آشنا بشیم. خب اول از همه بهتره که بیایم وارد سایت سویفت آکادمی هم بشیم که مثل همیشه منبعی داشته باشیم. من اینجا سرچ میکنم آموزش دستور شرطی ایف در سویفت و سرچ رو میزنم. میایم اینجا که سایت سویفت آکادمیه و اینجا هم دستور شرطی ایف رو داریم و هم دستور شرطی سویچ که حالا اگه لازم شدش میایم اینجا هم سر میزنیم. بریم وارد پروژه بشیم. من اینجا یه پروژه خالی رو ایجاد کردم. خب اول از همه من میتونم توضیح بدم که دستورات شرطی چی و کجاها استفاده میشن. دستورات شرطی تقریبا تو تمام زبان‌های برنامه‌نویسی دنیا هستن و تقریبا ما هر پروژه‌ای که پیاده می‌کنیم توش از دستورات شرطی استفاده شده. دستورات شرطی کارشون اینه که بیان بر طبق یه شرطی که ما براشون میذاریم کار متفاوتی رو انجام بدن. برای مثال اگه قیمت یه محصول از $100 بیشتره، برای اون محصول برچسب گرون رو بزنیم، یا مثلا اگه نمره کسی از 10 بیشتره اون درس رو پاس شده. خب من اول از همه اینجا یه متغیر تعریف میکنم و مقدارش هم حالا مثلا میکنیم میلاد. خب حالا میخوام یه دستور شرطی بنویسم. اولین دستور شرطی که ما میخوام یادش بگیریم ایفه. مینویسم ایف که همون معنی اگر تو فارسی خودمونه. بعد مینویسم نیم مساوی میلاد. اون وقت بیا این تیکه کد رو اجرا کن. یه نکته مهم، یه دونه علامت مساوی یعنی که بیا این مقدار رو داخل این متغیر قرار بده. اما وقتی میخوایم بیایم از دستور شرطی استفاده کنیم به جای یه مساوی و بیایم از 2 تا مساوی استفاده کنیم. یعنی بگیم اگر این نیم مقدارش مساوی بود با میلاد بیا این کد اینجا رو اجرا کن. حالا من میام اینجا می‌نویسم برای مثال print this is میلاد. برنامه رو اجرا کنیم. خب می‌بینید که this is میلاد این پایین برای ما چاپ کردش. یه بار دیگه هم اگه چک کنیم میگیم اگر این نیم مساوی بود با میلاد بیا اینو اجرا کن و از اونجایی که این نیم رو ما بالا میلاد قرار دادیم این دستور اجرا میشه. حالا میایم پایینش هم دستور رو قرار بدیم. می‌نویسم print مثلا other. بعد می‌بینیم اینجا عوض می‌کنیم که دیگه مساوی با میلاد نباشه، برنامه رو دوباره اجرا می‌کنیم. خب همونطور که می‌بینید دیگه این شرط برقرار نبود، اجرا نشد و بعد اومد پایین و اینو اجرا کردش. حالا اگه اینو دوباره برگردونیم به میلاد چه اتفاقی میفته؟ من برنامه رو اجرا کنم. می‌بینید که هم این متن چاپ شد هم این متن. چرا؟ چون این پرینتی که ما اینجا قرار دادیم فارغ از این شرط در هر صورت اجرا میشه. یعنی چه این شرط درست باشه چه نباشه این دستور اجرا میشه. حالا میخوام اینجا بهتون یه چیز جدید یاد بدم. ما میتونیم بیایم از یه دستور دیگه به اسم else استفاده کنیم که در واقع کار else اینه که اگر این شرط برقرار بود بیاد این کدای اینجا رو اجرا کنه و اگر این شرط برقرار نبود بیاد این تیکه کد رو اجرا کنه. من اینو میذارم داخل اینجا. یعنی در واقع یا کدای اینجا اجرا میشه و یا کدای اینجا. من برنامه اجرا کنم که ببینید. میبینید که الان فقط این تیکه بالا چاپ شده. حالا اگه من اینو عوض کنم دیگه و این شرط برقرار نباشه میبینید که این متن پایینش داره اجرا میشه. حالا تنها عملگری که ما داریم مساوی نیستش. میتونیم بریم از چیزای دیگه هم استفاده کنیم. مثلا عملگر نات که عکس مساوی عمل میکنه. من میام پایین تا قبلش اینجا هم کامنت کنیم. نیازی بهش نداریم. میام اینجا می‌نویسیم let number مساوی با 10. حالا پایین می‌خوام این دستور شرطی جدید بنویسیم. میگیم اگر number به جایی که بنویسیم برابر بنویسیم اگر برابر نبود با 10 بیاین تیکه کد رو اجرا کن. اینجا هم مثلا می‌نویسیم not 10. و متنش خیلی مهم نیست. این دستور چه فرقی با این داره؟ در واقع عکس این دستور عمل میکنه. اینجا دستور موقعی اجرا میشه که نیم مساوی باشه با میلاد. اما اینجا دستور موقعی اجرا میشه که این نامبر 10 نباشه. یعنی هر عددی به غیر از 10 باشه این دستور اجرا میشه. من اینو اجرا کنم. میبینید که هیچی نشون نمیده. چرا؟ چون نامبر برابر با 10. حالا اگه اینو بکنیم 11 و دوباره اجرا کنیم میبینید که داره این متن ما نشون میده.
خب حالا بریم سراغ یه مثال کاملتر که با عملگرای بزرگتر و کوچیکتر هم آشنا بشیم. من اینجا رو پاک کنم، می‌نویسم نامبر و مثلا مقدار اولش هم می‌ذاریم 12. میام این پایین می‌نویسم اگر اگه اینترپریتر خودش این استراکچرش رو برای شما درست میکنه. می‌نویسم اگر این عدد بزرگتر بود برای مثال از 10 بیا کد اینجا رو اجرا کن. مثلا چی بنویس مثلا پاس، که اینا همونطور که می‌بینید همون عملگر ریاضی خودمونه. برنامه رو اجرا کنیم. میگه داره اینو به ما نشون میده. من اینجا یه الس هم براش میذارم. در واقع می‌خوام یه برنامه ساده بنویسیم که توش بر حسب نمره‌ای که اون کاربر داره بیاد بهش یه لیبلی رو اختصاص بده. مثلا یه پاس شدی یا افتادی یا مثلا نمرت خیلی خوبه. اینجا میذاریم فیل. اینم اجرا کنیم طبعا دوباره پاس ما میده چون این نمره ما 12 و از 10 بیشتره. حالا فرض کنید می‌خوایم یه دونه حالت دیگه هم بررسی کنیم، یعنی فقط حالت if و else نباشه. برای این کار میتونیم از دستور else if استفاده کنیم. من اینجا اینو می‌نویسم else if و اینجا دوباره یه شرط دیگه رو میذارم. میگم برای مثال اگه نامبر بزرگتر از 10 بود اینجا رو بنویس پاس. این اگه بالاتر از 15 بود اینجا رو مثلا بنویس عالی و در غیر این صورت مثلا پرینت کن فیل. خب حالا برنامه رو اجرا کنیم ببینیم اول چی میشه. من اینم میکنم برای مثال همین 12 خوبه. میتی داره این پاس رو ما میده. چرا؟ اول ازم میاد ببینه چک کنه این نامبر از 15 بیشتره، نه پس این تیکر رد میکنه. بعد میاد اینجا میگه در غیر این صورت این عدد ما از 10 بیشتره، میگه بله چون 12 10 بیشتره، میاد تیکر اجرا میکنه و از این الس هم دیگه رد میشه. حالا شما میتونید هر چند تا که دلتون میخواد از این السیفا قرار بدید. حالا بریم یه حرکت دیگه بزنیم. این برنامه الان یه مشکلی داره. اگه ما این عدد مثلا بزنیم 300 بازم این خط اول برای ما اجرا میشه، در صورتی که مثلا نمرات ما از 20 نمره است. میبینید که داره همین گریت ما میده. چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم بریم اینجا به جای که یه شرط رو قرار بدیم دو تا شرط قرار بدیم. چطوری؟ میایم اینجا از دستور اند استفاده میکنیم که اگه شما شیفت و دکمه 7 کیبوردتون رو بزنید این اند رو برای شما میندازه. حالا میتونیم یه دستور دیگه هم اینجا قرار بدیم. من اینو کپی میکنم این قرار میدم، نویسم و اگر نامبر کوچکتر مساوی 20 بود. الان چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که اگه نامبر ما از 15 بزرگتر باشه و از 20 هم کوچکتر باشه اون وقت میاد اینو اجرا میکنه. من برنامه رو کنم ببینیم چه اتفاقی میفته. میبینید که دیگه وارد این حلقه نشدش. چرا؟ چون ما داریم دو تا شرط رو بررسی میکنیم. این عدد از 15 بزرگتر هستش ولی چون از 20 کوچیک‌تر نیست از این بلاک رد میشه، میاد اینجا میگه این 300 آیا از 10 بزرگتره؟ بله و اینو چاپ میکنه. خب پس حالت دو شرطیش هم فهمیدیم. حالا بریم اینو مقدار درستش کنیم. اینجا بریم یه شرط دیگه هم قرار بدیم، بگیم و نامبر کوچکتر مساوی 15 باشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ از این رد میشه، از این هم رد میشه، میاد تو اینجا. من برنامه رو اجرا کنم که خب در واقع این هم درست نیستش چون اصلا عدد 300 عدد معتبری نیستش. ما برای مثال داریم تصور میکنیم که نمرات دانش آموز یا دانشجو بین 0 تا 20. پس مییم اینجا یه دونه ایف دیگه هم میذاریم، میگیم اگر نامبر کوچکتر از 10 بود و یه شرط دیگه هم لازمه. چی؟ نامبر بزرگتر باشه از 0. اینجا هم مساوی قرار بدیم، بگیم بزرگتر مساوی باشه که 10 جزو پاس شده ها باشه. اون وقت به اینو چاپ کن. و در غیر این صورت یعنی اگه هیچ کدوم از این حالت ها نبود یه مثلا بگو unknown ولی درست نوشته باشه. خب برنامه رو اجرا کنیم. میبینید که داره حالت unknown ما میده. ولی برای مثلا اگه بذاریم 5 و برنامه رو اجرا کنیم میاد داخل اینجا و میگه افتادی.
حالا یه حالت دیگه هم ما داریم، اونم اینه که از و یا اند استفاده نکنیم. دقت کنید که الان اگه بخوایم این شرط اجرا بشه، هم باید این شرط برقرار باشه و هم این شرط. بیایم اینجا من یه مثال دیگه براتون بزنم. اگه یادتون باشه تو مبحث انواع داده ها من یه متغیر رو به شما یاد دادم به نام بول یا بولیان و اونجا گفتم که خیلی اونجا نمیتونم براتون توضیح بدم، نیازه که ما دستورات شرطی رو یاد بگیریم بعد اونو براتون توضیح بدم. الان وقتشه. من میخوام یه دونه متغیری ایجاد کنم به اسم کاندیشن. حالا کاندیشن true، تایپش رو بذارم از نوع بول، مقدارش رو بذارم true. بعد بیایم اینم کپی کنیم، این یکی رو بکنیمش false و مقدار اولی اینم بکنیم false. حالا میخوام با این دوتا متغیر یه دستور شرطی رو ایجاد کنم. می‌نویسم if، این دستور شرطی رو اینجا قرار میدم، اگر این صحیح بود و and این دستورم صحیح بود، بیا کدای اینجا رو اجرا کن. مثلا بنویسه print true و در غیر این صورت مثلا print false. خب الان چه اتفاقی میفته؟ من اجرا کنم اول ببینیم. حالا این فعل بالا که برای این دستور شرطیه و اینجا داره به ما فالس میده. چرا؟ چون این دستور تروه یا صحیحه و اینور برقراره، اما دومی شرط ما چون فالسه از این رد میشه و وارد اینجا میشه و این ترو و فالس که اینجا میبینید معادل همینه. چون این دستور برقراره جوابش میشه ترو که معادل اینه و حالا مثلا یه دستوری هم که برقرار نیست معادل همینه. حالا بیایم حرکت دیگه بزنیم. من این اند رو برمیدارم به جاش علامت یا رو قرار میدم. فرق این با اند چیه؟ فرق اینه که اگه حتی یک کدوم از این دوتا شرط هم برقرار باشه ما وارد اینجا میشیم، یعنی این بلاک کد اجرا میشه. من بنابراین اجرا کنم ببینید اینجا رو. این سری ما ترو رو داد. چرا؟ چون حداقل یکی از این دوتا شرط درسته. این متغیر اول ما تروه، پس چون اینجا ترو شده وارد اینجا میشه. اما اگه اینجا اند باشه حتما باید دو طرف شرط ما برقرار باشه که وارد این بخش حالا کد بشه. خب این اولین دستور شرطی بود که ما یاد گرفتیم و حالا مثالای خیلی زیادی میشه برای این زد، اما از اونجا که نمیخوایم خیلی ویدیو رو طولانی کنیم تا همینجا بهش بسنده میکنیم و حالا بقیه چیزا که لازمه در مورد ایف یاد بگیرین رو تو پروژه ها بهتون یاد میدیم. ولی خب قبلش لازمه که ما بریم یه دستور شرطی دیگر رو هم یاد بگیریم که خب تو حد زیادی شبیه همین ایفاست با سه تفاوت‌های جزئی. من کلمه کلیدی سویچ رو می‌نویسم. می‌بینید اینجا خودش به ما داره پیشنهاد میده. دوبارش کلیک می‌کنم، یه همچین استراکچری رو برای ما درست می‌کنه. اول از همه من میگم که چه موقعی از سویچ استفاده کنیم. می‌بینید بعضی موقع هستش که تعداد حالت‌هایی که ما ممکنه بررسی کنیم زیاد میشه. مثلا چی؟ مثلا شما فرض کنید که ما می‌خوایم یه عددی رو بدیم و طبق اون عدده مثلا بیایم یه متنی رو چاپ کنیم. اگه یک بنویسه 1، 2 بنویسه 2 و الی آخر. طبیعتا اگه بخوایم هی ایف و الس و اینا بنویسیم یه مقدار طولانی میشه. اینجور موقع میان از سویچ استفاده میکنن. من میام یه متغیری رو تعریف میکنم، اسمش رو میذارم نمبر 2 و یه مقداری رو بهش میدم. این بالایی هم من کامنت کنم دیگه، بهشون نیازی فعلا نداریم. خب اینجا اول از همه باید بیایم اون متغیری رو که میخوایم بررسی کنیم و اینجا قرار بدیم. من میخوام نمبر 2 رو بررسی کنم، میذارمش اینجا و داخل این پترن اون مقداری رو برقرار بدیم که اگه مقدار نامبر با اون برابر بود باید بیاد کد اینجا اجرا شه. یعنی چی؟ یعنی من اینجا می‌نویسم 1 و اگه این نامبر ما برابر با 1 بود اون وقت میاد کد اینجا اجرا میشه. اینجا چی می‌نویسم؟ برای مثال print 1. حالا میتونم اینجا دوباره یک کیس دیگه تعریف کنم. بنویسم مثلا اینجا 2، اگه 2 بود بیا پرینت کن 2 و حالا هر چند که دلم میخواد میتونم از این کیس ها تعریف کنم و حالا اگه هیچ کدوم از این کیس ها برقرار نبود اون وقت میاد این دیفالت رو اجرا میکنم. من اینجا برای مثال قرار میدم همین دیفالت رو قرار میدم. حالا میبینیم اجرا کنیم. میبینید چون عدد 1 میاد اینجا میبینه این نامبر 2 برابر با 1 و اینو اجرا میکنه. حالا اگه اینو بکنمش 3 چون نه با این برابره و نه با این برابره میاد اینجا و دیفالت رو به ما نشون میده.
میبینید که دیفالت اینجا چاپ کردش. حالا اینایی که من گفتم و شما میتونید بیاید تو اینجا هم ببینید، حالا با یه سری مثالای بیشتر و تو دستورات شرطی سویچ هم ما اینو توضیح دادیم. حالا اگه خواستین و یادتون رفتش میتونید بیاین از اینجا استفاده کنید. بازم میگم مثالای خیلی بیشتری میشه تو این مبحث دادش، ولی حالا طبق تجربه‌ای که من دارم مثال بیشتر زدن اینجا خیلی باعث پیشرفت شما نمیشه و لازمه که شما مثالای بیشتر رو تو قالب پروژه ها ببینید. خب برای این جلسه کافیه، تو جلسه بعدی میبینمتون.